سلام بچه ها، عرفان هستم از چنل آنباکس. بچه ها اومدیم با 2 بسته کیمدی پلم به پلم. بچه ها آنباکسینگ قبلی رو حتما ببینید. سیلور لیمیتد در اومد برامون. حالا میریم به امید در اومدن سیلور لیمیتد بازم در این بسته. برو بریم، لیتس گو. اول نزنین تو بازیش کن. پلمپی بسته 100% بازش کن. سیلوره بازم نازنین سیلور هم میاره. نه کوچ. بچه ها توی بسای الان تقریبا خیلی کمه که کوچ بذارن. ببخشید بچه ها، من توی ویدیو قبلی هم اشتباه کرده بودم. این راموس ادوانس برای کوچه کیه میشناختمش، اسمش یادم رفته. خب بچه این 2 کارت برو بریم را. حالا نوبت بسته منه. برو بریم سراغ بسته من که ببینم چی در میاد. بچه ها پلمپی بسته چون من بعضی دیدم توش تقلبی میذارن. پلمپی بسته است. اینم متاسفانه سیلور نیست. اوه بچه های بسته خیلی جالبه. فکر کنم شما هم دیگه فهمیدید کیه. این برچسب نمیدن. اینا رو برین اونورا. میخوام این 2 رو نشون بدم. بچه ها اول اینا که دیگه میدونید کیه. یه جان سینایی میخواد. یه جان سینایی ارلینگ هالند. برچسب آدمکش خیلی هم قشنگ عالی. چه نکنی موهاش هم بسته. زیاد نمیدونم برای شما معلومه یا نه، موهاش هم بسته. به همراه بیسیک ارلینگ هالند 100% دیگه بعدش متوجه شدیم که کلب اما بازم یه جان سینایی. یوونتوس، منچستر یوونتوس، یونایتد. بچه میگم یوونتوس میگم. بچه یوونتوس این نیست. وایسین من برم یوونتوس ها بیارم. کلاب یوونتوس ها. بچه یوونتوس اینه، ببخشید این منچستر یونایتده. خیلی خب بچه ما حالا کارت رو نشوندم یوونتوس که مال امروز ما نبود چون بدک نبود. بسته ها راموس داشت. برچسب اونی مالی کیه؟ تصوانی مال مربی. یکیش برچسب هالند بود. هالند هم خوبه، ما دوستش داریم. بد نبود بچه ها. اگر میخواین بچه ها ویدیوهای بیشتری از ما رو ببینید، چنل رو ساب بزنین، زنگوله هم فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو با هم باشین. ویدیوهای قبلی هم تو چنل هم هست، حتما برین ببینین.